بریم تست استعاره بزنیم و ببینیم که من تا چه حد میتونم استعاره ها رو تشخیص بدم. من خفته بودم به ناز در کتم عدم، حسن تو به دست خیش بیدارم کرد. حسن تو بیدارم کرد تشخیصه. میشه حالت باز سوم استعاره. در کدام یک آرای تشخیص به کار رفته گوشم به راه تا که خبر میدهد ز دوست، صاحب خبر بیامد و من بیخبر شدم. در شما عرشه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان مهنت بی حد و شمار آخر شد. از در آمد و من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دیگر شدم. آن همه نازات نعم که خزان میفرمود. نعم خزان، این تشخیصه. میشه حالت سوم. عاقبت در قدم باد میشه اضافه استعاری. دید مجنون را یکی صحرانورد، در میان بادیه بنشسته فرد یعنی تنهایی. سرو سماتی کشید، سمات یعنی سفره. سرو کی سفره کشیده؟ سرو. خب این تشخیصه. در دو لب جویبار، لب جویبار اضافه استعاری. چون دورد چتر سبز در دو صف کارزار. فکر کنم که اینم تشخیص باشه که در دو صف جنگ. یعنی خب خوب یکی پیدا کردیم. حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد. حسنت نظر در کارم کرد. خب اینم خودش تشخیصه. بنو جمال، اینم باز تشخیصه. از آن مرد دانا دهان دوخت است که بیند که شمع از زبان سوخته است. از زبان سوختن مال شمع نیست. اینم باز تشخیصه. پس هم گزینه یک درسته. فکر کنم که خوب بودم، خوب یاد گرفتم. تو تست که می‌زدم اشتباه خاصی از خودم ندیدم، به غیر از مثلا بعضی از نکته‌ها که در واقع اشتباه نبود.